سلام. به چنل فصل استوری خوش اومدین. امیدوارم تا پایان داستان ما رو همراهی کنین. من نرگسم. میخوام براتون از داستان زندگیم بگم. پدر و مادرم بعد از 20 سال دعا و آرزو کردن بالاخره صاحب فرزند شدن. تک فرزند بودم. برای همین همیشه هوامو داشتن. عشق و توجه بی حد و مرزی بهم میدادن. خانواده روستایی بودیم. وضع مالیمون خدا رو شکر خوب بود. چند تا باغ داشتیم، یه موتور آب هم داشتیم که میشد گفت اون موقع قیمتش سر به فلک میزد. یه گله گوسفندم داشتیم که میسپردمشون دست چوپان. وقتی به دبیرستان رسیدم، پدر مادرم تصمیم گرفتم برای درس خوندن منو بفرستن شهر. دیپلممو که گرفتم، برگشتم روستامون. تقریبا 19 سالم بود. خواستگارای زیادی داشتم. ولی بابام خیلی سختگیری میکرد. تقریبا همشون رو رد میکرد. یه همکلاسی داشتم که منو به فامیلشون که ساکن تهران بود معرفی کرد. مامان و بابام تصمیمو به خودم واگذار کردن. منم بعد از کلی فکر کردن تصمیم گرفتم برم تهران و با همون آقایی که از طریق دوستم شناخته شده بودم ازدواج کنم. روزی که اومدن خواستگاریم یه جورایی حس میکردم دارن از بالا بهمون نگاه میکنن. خونمون بزرگ بود. وسایل خوبی هم داشتیم. ولی میدونی چیه؟ هرچی بود بازم خونه روستایی بود. با خونه‌های شهری فرقایی داشت. مادر شوهرم مدام به پدر مادرم میگفت نرگس رو مثل دختر خودم میدونم. خوب ازش مراقبت میکنیم. لازم نیست نگران باشین. شوهر من پسر بزرگشون بود. یه داماد داشتن و 2 تا پسر. روز چیدن جهیزیه شد. مامان بابام واقعا سنگ تمام گذاشتن. اما خواهر شوهرم با دیدن قابلمه و دیگا گفت این همه ظرف برای چیه؟ لازم نیست. یا موقع دیدن سبزی خرد کن گفت توی شهر که سبزی ها رو از مغازه خرد شده میگیریم. خلاصه اون روزم تموم شد. من با همسرم رفتیم سر خونه زندگیمون. با خانواده همسرم توی یه ساختمون زندگی میکردیم. پدرم هر چند ماه یک بار برامون یه گوسفند ذبح میکرد و میفرستاد شهر. همیشه بهش میگفتم ما که 2 نفر بیشتر نیستیم. این همه گوشت برای چیه؟ پدرم هم میگفت بقیه‌اش رو بدیم به خانواده شوهرت. منم همین کارو میکردم. فقط به اندازه خودمون برمیداشتم و بقیه‌اش رو میدادم به خانواده شوهرم. مامانم هم همیشه از سبزی و میوه گرفته تا ترشی و مربا برامون می آورد. حتی اگه خودمون کش نکرده بودیم بازم میگشت و بهترینا رو برامون میخرید و میفرستاد. 1-2 سال به همین منوال گذشت. برادر شوهرم هم ازدواج کرد و یه عروس دیگه به خانوادهمون اضافه شد. وقتی اون دید خانواده من چقدر به شوهرم و خانوادهش لطف دارن بهم گفت داری بد عادتشون میکنی. این کارو نکن، اشتباهه. منم تو دلم میگفتم چقدر این دختر حسوده. تقریبا بهمن ماه بود. دایم با خانواده‌اش اومده بودن تهران. دیسک کمر داشت. برای عملش اومده بود. از اونجایی که تعدادشون زیاد بود مدام غذای گوشتی درست میکردم. انقدری پخت و بس کردم که تقریبا فریزرمون خالی شده بود. ماه بعد بابام مثل همیشه گوشت و مرغ فرستاد. این بار دیگه چیزی به مادر شوهرم ندادم. همشو گذاشتم تو فریزر خودمون. یه روز که مادر شوهرم اومد خونمون احوال پدر مادرم رو پرسید و گفت فکر کردم شاید گرفتار شدن. این ماه برامون گوشت نفرستادن. منم گفتم چند روز پیش فرستادن. منتها چون مهمون داشتیم و فریزر خونمون خالی شده بود تصمیم گرفتم این بار همشو نگه دارم. انگار ناراحت شد. با یه لحن سنگین گفت وقتی این همه مهمون میاد باید به فکر پسر بیچاره منم باشین. از کجا بیاره؟ چقدر بد کار کنه؟ اون شب که شوهرم اومد خونه گفت ای کاش بابات یه گوسفندم برای خانواده ما میزد. پولشو بعداً حساب میکنیم. منم ماجرا رو برای مامانم تعریف کردم. اونم با کمال محبت گفت چشم دخترم. چند روز بعد یه گوسفند کامل برای خانواده شوهرم فرستادن. اما هفته ها گذشت و خبری از پول نشد. ماه بعد که دیدم فریزرمون هنوز پرگوشته
به مامانم گفتم فعلا نیاز نداریم، لازم نیست بفرستین. مادر شوهرم هم به شوهرم پیغام داده بود و گفته بود گوسفند این ماه چی شد؟ کی میرسه؟ منم از شوهرم پرسیدم مگه گوش لازم داشتن؟ اونم گفت آره. تو دلم گفتم حتما میخوام پول هر دوتا گوسفند رو یه جا حساب کنن. اما بازم گذشت و هیچ خبری از پول نشد. تابستون که رسید یه جعبه میوه که بابام برام فرستاده بود و نصف کردم و دادم به مادر شوهرم. مادر شوهرم هم بهم گفت مربا پس کی میاری؟ خیلی هوس مربام کرده. از همون مرباهایی که مامانم قبلا بهم داده بود بهش یه شیشه دادم. وقتی درو بستم صداشو شنیدم که با خواهرش صحبت میکرد. میگفت عروس دهاتی هم خوب چیزیه ها. باز خوب به خانواده‌اش عقلشون میرسه دخترشونو با این چیزا پیش ما عزیز کنن. دود از سرم بلند شد. باورم نمیشد اینقدر بدذات باشه. ماه بعد که به مامانم زنگ زدم گفتم فریزرمون جا نداره، گوشت نفرستین. مامان بیچارم هم گفت پس براتون سبزی میفرستم. منم گفتم نه، اصلاً چیزی نفرستین، یخچالمون پره. بعد از یه ماه که فریزرمون خالی شد به شوهرم گفتم برو گوشت بخر که هیچی تو خونه نداریم. این اولین بار بود که توی این 2 سال و نیم زندگی مشترکم چنین درخواستی ازش میکردم. اونم با تعجب گفت مگه بابات گوشت نفرستاده؟ منم گفتم نه، الان فصل زاد و ولده، نمیشه گوسفندا رو ذبح کنن. رفت و چند کیلو گوشت خرید. بعدش که اومد گفت مامانم گفته براشون یه گوسفند کنار بذارین. منم گفتم باشه عزیزم، فقط یادم شده پول اون 2 تا گوسفند قبلی رو حساب کنم. به هر حال چند کیلو گوشت میخوان، چون گوشت خیلی گرون شده. مادر شوهرم هم مثل اینکه گفته بود یه گوسفند کامل میخوایم. وقتی گوشت رو براشون فرستادم به مادر شوهرم پیام دادم و گفتم گوشتی که فرستادم خوب بود؟ اونم گفت آره دخترم. منم بعدش بهش گفتم خدا رو شکر، پس با اون 2 تای قبلی حدود 15 تومن میشه. لطفاً به حساب مامانم واریز کنین. شماره کارتم براش فرستادم. مادر شوهرم هم پیام داد کدوم پول؟ مگه من از تو اجاره میگیرم که تو از من پول گوشت میخوای؟ منم بهش گفتم مگه پدر من تو خونه شما میشینه؟ پسرتون داره زندگی میکنه. از اون روز به بعد رفتارشون 180 درجه تغییر کرد. شوهرم هم دیگه برای خونه چیزی نمیخرید. همش میگفت پس بابات چی کار است؟ منم از لجش هر چیزی که خانوادم برام میفرستادن و بین دوستان پخش میکردم. نمیذاشتم حتی به خونمون برسه. نزدیک 3 ماه هیچ گوشتی نخوردیم. تازه فهمیدم زندگی با یه مرد بی‌مسئولیت که گوش به فرمان مادرشه چطوریه. همون روزا بود که پدرم فوت کرد. حال روحی خیلی بدی داشتم. چند روزی رفتم روستا پیش مامانم. شوهرم هم همراهم بود و تنهام نذاشت. هنوز 3 ماه از فوت پدرم نگذشته بود که مادر شوهرم ما رو به اتفاق برادر شوهرم دعوت کرد خونه‌شون. شوهرم یهویی گفت میخوایم با داداشم شریکی رستوران بزنیم. ظاهراً همه خبر داشتن الا من. فقط من بودم که غافلگیر شدم. منم بهشون گفتم انشالله رستوران خوبی بشه و کارتون بگیره. برادر شوهرم هم گفت حتما میگیره، با گوشت درجه 1 و مواد عالی همه عاشق غذاهامون میشن. جاریم بهم گفت نرگس جون کاش زودتر بیافتین دنبال کارا. پرسیدم کدوم کار؟ اونم گفت فروختن موتور آب روستاتون دیگه. با تعجب گفتم موتور آب؟ شوهرم سری گفت آها یادم رفته بود بهت بگم، یه مشتری خوب براش پیدا کردم، قیمت خوبی میده، حتی شاید بتونیم ملک رستورانم بخریم. خواهر شوهرم هم گفت یادتون نره قول دادینا نس باشه. مادر شوهرم هم با لبخند گفت این چه حرفیه دخترم میزنی؟ پسرم هر چی داره برای خواهر و برادراشه. از شدت تعجب زبونم بند اومده بود. بهشون گفتم موتور آب تو صلح بعد فوت پدرم به مامانم رسیده، مال من نیست که بخوام بفروشم. مادر شوهرم محکم گفت مگه مامانت بچه دیگه ای هم داره؟ تا حالا که برات کاری نکرده. حالا پسرم داره برای زندگیتون تلاش میکنه. یه مادر که باید از خودشم باشه. گفتم مامانم اگه بخواد بفروشه من موافق نیستم.
شوهرم با عصبانیت گفت من واسه موتور آب مشتری پیدا کردم. حرفم هم نمیخوام بشنوم. دیگه چیزی نگفتم. فردا رفتم پیش مامانم و ماجرا رو براش تعریف کردم. مامانم گفت من که راضی نیستم، ولی اگه به صلاح زندگیته باشه میفروشم. آخرش که مال خودت میشه. بهش گفتم اگه فروختین دیگه حتی تو روتونم نگاه نمی‌کنم. میرم و هیچ وقت بر نمیگردم. خیالم که از مامانم راحت شد، برگشتم خونمون. شوهرم یهویی ازم پرسید چند تا گوسفند دارین؟ 500 تا میشه؟ اگه درست پرورششون بدیم برای گوشت رستوران عالیه. بهش گفتم فکر موتور آب و پوله خانواده منو از سرت بیرون کن. الان که روستا بودم فهمیدم بابام قبل از فوتش موتور آب و وقف کرده. الان زنگ بزن به همه که شب بیان خونه ما. من یه فکر بهتری دارم. هرچی شوهرم ازم پرسید چیه فکرت، فقط بهش گفتم نه. وقتی همه اومدن میفهمی. شب که شد، وقتی همه جمع شدن بهشون گفتم پدرم موتور آب و وقف کرده، ولی من یه پیشنهاد بهتر دارم. من خودم یه مقدار طلا دارم. اونا رو میفروشم. به جاریمم گفتم تو هم طلا داری. گوسفندای بابامم هست. خونه پدری جاریمم هست. جای خونه مادر شوهرم هم میتونه گزینه خوبی باشه. با این پولا شاید نتونیم ملک رستوران رو بخریم، ولی مطمئنم یه رستوران خوب اجاره میکنیم. جاریم با عصبانیت گفت بابای من یه عمر کار کرده، حالا بخواد بفروشه که شما رستوران بزنید؟ مادر شوهرم هم با ناراحتی گفت من هنوز زندم، جلوی چشمم داریم برای اموالم نقشه میکشین؟ بهش گفتم چطور پولای مامان من حلاله و عیب نداره، ولی پولای خودتون حرومه؟ مادر شوهرم گفت مال مامانت که نیست، مال خودته. بهش گفتم حتی اگه مال خودم هم باشه چرا باید نصفشو به برادر شوهرم بدم؟ شوهرم با قاطعیت گفت چون من صلاح دونستم. همه با من لج شدن. مادر شوهرم هم از سر لجبازی گفت از خونه من بلند شین برید. شوهرم بعد از 4 سال زندگی حتی یه ذره هم پسنداز نداشت. مجبور شدم طلامو بفروشم تا بتونیم یه خونه کوچیک اجاره کنیم. درسته خیلی کوچیک بود، ولی حداقل مال خودمون بود. دیگه لازم نبود یک سر مادر شوهرمو ببینم. کم کم حرف و حدیثا شروع شد که چرا بچه دار نمیشین. رفتیم پیش دکتر. دکترم گفت هر دوتاتون یه مشکل کوچیکی دارین، ولی به زودی با قرص میتونی صاحب فرزند بشین. روز بعدش مادر شوهرم اومد و با کنایه گفت دختر روستا گرفتیم که کم توقع باشه، ولی از خانوادت سالی یه شیشه مربا با سبزی کوکو که ندیدیم. الانم بگو مادرت خرج تو بده. منم بهش گفتم باشه و باش هیچ بحثی نکردم. شوهرم یه قرون پولم بهم نمیداد. مامانم دور از چشم شوهرم یه حساب بانکی پرپول بهم داده بود. با همون خرج خودم رو در می آوردم. شوهرم فهمید که ماجرای وقف موتور آب و دروغ گفتم. از اون طرفم مامانم چند وقتی بود خیلی مریض شده بود و حالش بد بود. شوهرم انگار خوشحال بود. این مدت هوامو خیلی داشت. میدونست اگه مامانم دور از جون فوت کنه من وارث همه چی میشم. دیگه واقعا جونم به لبم رسیده بود. شوهرم نه کار درست حسابی داشت نه خرجیمو میداد. یه روز رفتم خونه پدر شوهرم و گفتم من طلاق میخوام. دیگه نمیتونم ادامه بدم. شوهرم هم گفت عمرن طلاقت بدم. پدر شوهرم در جوابش گفت اگه از زندگیش راضی نیست و فکر میکنه زندگی تو دو آتشون بهتره چرا طلاقش ندی؟ مادر شوهرم دست شوهرشو گرفت و برد تو اتاق. شوهرم هم پشت سرشون رفت و در اتاقو بست. من رفتم کنار در وایسادم. شنیدم شوهرم آروم میگفت حالا که مامانش داره میمیره چرا طلاقش بدم؟ چند سال دیگه تحملش میکنم. بعد با اموالش میرم اشغال میکنم. دستام یخ کرده بود. باورم نمیشد همچنین آدمایی باشن. چند وقت زندگی آرومی داشتم. کمک‌های مادر شوهرم به زندگیمون خیلی زیاد شده بود. وقتی دیدم اوضاع آرومه به شوهرم گفتم بیا سوری طلاقم بده. مامانم که ببینه من بی پشت و پناهم چند تا زمینو به نامم میزنه. اول که موافقت نکرد. مجبور شدم همه چیزو به پسر خالم بگم. ازش خواستم بیاد و جلوی شوهرم بگه مامانت میخواد موتور آبو وقف کنه. افتاده دنبال کارهای قانونیش.
شوهرم که دید موتور آب داره از دست میره پاهاش شل شد. موافقت کرد با طلاق سوری. بهش گفتم فعلا به کسی چیزی نگو، نه به مامانم نه به مامانت، تا منصرفمون نکنن. جفتمون افتادیم دنبال کاره طلاق. چند ماهی طول کشید تا اینکه بالاخره طلاق گرفتیم. شوهرم بعدش گفت فعلا بیا صیغه محرمیت بخونیم. منم بهش گفتم بذار برم روستا، بعدش هر چی تو بگی. اومدم خونمون. ماجرا رو برای مامانم تعریف کردم. گریه کرد و قصه میخورد. بهم گفت مال دنیا فدای سرت، ارزششو نداشت زندگی تو خراب کنی. بیا همه چی رو بفروش و برو سر خونه زندگی. الکی به مامانم گفتم شوهرم بچه دار نمیشه. من بچه میخوام. نمیتونم بدون بچه تحمل کنم. بعد از این حرفم مامانم راضی شد و سکوت کرد. ولی بازم گفت درست نبود طلاق بگیری. فرداش به شوهرم زنگ زدم. گفت سر کارم. بعدم نهار میرم پیش مامانم. منم بهش گفتم پس منم شب میام خونه. وقتی دیدم شوهرم از صبح تا شب خونه نیست، از فرصت استفاده کردم و چند تا کارگر گرفتم. تمام جهازم رو جمع کردم. طلاهایی که برای خودم بود و برداشتم. فقط لباسای شوهرم موند و یه فرش که خودش خریده بود. تو راه روستا بودم که دیدم داره زنگ میزنه. هنوز شب نشده بود. نمیدونم از کجا به گوشش رسیده بود. بعد مادر شوهرم زنگ میزد. جواب دادم. شروع کرد به داد و بیداد و نفرین. فهمیدم همسایه‌ها بهش خبر دادن که من جهازم رو برداشتم. تهش بهش گفتم جهاز خودم بوده. اختیارش با خودمه. مادرش گفت ازش شکایت میکنم. میرم میگم از خونه رفتی. خندیدم و گفتم مگه خبر نداری؟ پسرت طلاقمو داده. مادر شوهرم آروم گفت یعنی چی؟ چی میگی؟ گفتم دیگه مفخوریتون تموم شده. به جای رستوران زدن الان باید به فکر این باشین که چطوری میخوایم بدون پولای بابام شکمتون رو سیر کنین. بعد از این حرفم تلفن رو قطع کردم. وقتی رسیدم روستا دیدم پدر شوهر و شوهرم از من زودتر رسیدن. پدر شوهرم میگفت چرا وسایلتو بردی؟ منم بهش گفتم خب چون جهاز خودمه. بعد از کلی بحث و دعوا آخر سر پلیس اومد. حقو دادم به من. اونا نتونستن ازم شکایت کنن. چند شب بعد برادر شوهرم با خانومش اومد. میخواستن راضی کنم که برگردم. وقتی دیدن راضی نمیشم برادر شوهرم گفت این چند سال که مفت خوردی و خوابیدی حداقل طلاها رو پس بده. بهش گفتم مفخور که شماهایین، هیچی پول از زندگی خانوادم بهتون نرسیده ناراحت شدین. وقتی دیدم فایده نداره رفتن. مامانم وقتی رفتاراشونو دید گریه میکرد و میگفت چجوری این به ظاهر آدما رو تحمل میکردی دختر؟ چند سالی از اون دوران میگذره. همون سال چند تا از زمینامونو به همراه خونه پدریم فروختیم و اومدیم شهر زندگی کردیم. بعد از اون قضایا، دعوا و پلیس، مردم روستا زیاد پشت سرمون حرف میزدن. شهر برامون بهتر بود. فضای آزادتری داشتیم. من ادامه تحصیل دادم و الان دارم ارشدمو میگیرم. مامانم چون سنش زیاد بود، اینجا به بیمارستان و دکتر دسترسی بیشتری داشتیم و راحت‌تر بودیم. هر روز خدا رو شکر میکنم که از اون خونه با آدمای عجیبش فرار کردم و راحت شدم. امیدوارم از داستان لذت برده باشین. برای حمایت از ما لایک و ساب یادتون نره.